سلام عرض ادب دوستای عزیز، خوش آمدین و اولین درس زبان انگلیسی مخصوصا بخش الفبا. این درس البته مخصوص برای عزیزایی هستند که تازه از صفر تصمیم دارن به خیر انگلیسی رو شروع کنن و همچنان برای عزیزایی که قبلا خواندن و از یادشان رفتن و انشاءالله در این بخش ما کمک میکنیم که این مشکل برطرف شود. از این الفابت بخش الفبای انگلیسی از صفر شروع کردیم. الفبا درست حرف در انگلیسی در مجموع از A تا Z 26 حروف وجود دارد. درست 26 حروف وجود داره. این 26 حروف از لحاظ صدا به سه بخش تقسیم میشه: صدادار، بی صدا و نیمه صدا. درست در این الفبا در این 26 حروف 5 حروف نقش خیلی مهم اساسی را در زبان انگلیسی داره که و اونا باعث میشه که کلمات خوانده شود و اونا باعث میشه که جملات خوانده شود. اگر اونا در ترکیب هر جمله و هر کلمه ای که ما بخوانیم نباشه، دیگر خواندن او غیر ممکن است. درست اینا رو میگن برش vowel letters. درست اون 5 تا درست یکی S A اوکی next E بخش vowel. درست و I O U این 5 تا vowel است، صدادار است. و کلا یک دفعه تکرار میخوانیم A A اوکی B B C C D D E E F F F G G G H H H I I J J G J G J K K. Okay, no problem, both of them correct. L L M M M N N O O P P P Q Q R R S S T T U U V V V W W W X X Y Y Z. درست است؟ این بود 26 حروف الفبا انگلیسی. گفتم این 26 حروف از لحاظ صدا به سه بخش تقسیم میشه: صدادار، نیمه صدا و بی صدا. صدادار 5 تا هستش که مزارشون خط کشیدیم. اینجا شما میبینین این 5 تا صدادار است. درست 5 تا چی است؟ صدادار است. گفتم صدادار چی نقش داره؟ نقش خیلی مهم و اساسی را داره. تا حروف صدادار نباشه جمله یا کلمه انگلیسی را خواندنش غیر ممکن است. درست و از خوبی های حروف صدادار همی است که میتونیم ما بساده چیز کنیم، تلفظشان کنیم. مثلا حالا اگر من اینجا بنویسم کلا حروف صدادار A E I O U. درست خوبی هایش است خیلی با آسانی تلفظ میشه: A A E I O U. اصلا
تلفظ کننده یا گوینده هیچ نوع مشکل را متقابل نمیشه. مثلا ببینین من با آرامش کامل هیچ فشار را متحمل نمیشم، بیان میگم مثلا حتی دهن خودم زیاد اذیت نمیسازم. ای آی او یو، درست؟ ای آی او یو، اینا رو حروف صدادار میگه که ترکیب اینا باعث میشه که جمله انگلیسی خوانده شه و معنا و مفهوم داشته باشه. در این وسط دو تایشان نیمه صدا هستن. اینا این که حروف صدادار شد، حروف صدادار، درست؟ این 5 تا حروف صدادار و دو تا دیگه حروف نیمه صدا است که یکی W است یکی Y. این دو تا حروف نیمه صدا برش میگن. نیمه صدا به این خاطر که بعضی اوقات صدا میده حروف حروف نیمه صدا، حروف نیمه صدا، درست؟ اینا بعضی وقت صدا دارن بعضی وقت صدا ندارن. مثلا اینجا من مثال بتون براتون یا اینجا مثال کار کنم. مثلا من اینجا می نویسم که ویندو در این جمله اول W متلفظ میشه ویندو، اما در اینجا تلفظ نمیشه، در اینجا دیگه خطا او میرسه، خطا میشه ویندو او، تمام شد رفت. یا برای وای مثلا مثلا ترای اینجا سکن همه حروف به صداست TRY، اما اینجا وای نیمه صداست. ترای کوشش کردن، این از خود صدا داده ترای، درست؟ از این بود الفبای انگلیسی، درست؟ 26 حروف داشت، 5 تا از حروف صدادار بود و 2 تا از حروف نیمه صدا بود، بقیه 19 تا میمونه همهشان حروف به صدا هستن. درست عزیزان؟ ان شاء الله در برنامه‌های بعدی بیشتر روش صحبت میکنیم. ان شاء الله اوقات خوش داشته باشین. خداحافظ ناصرتون.